سلام، به ویدیو دوم یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام چند تا نکته خیلی مهم در مورد اولین مرحله مصاحبه کاری برای کشورهای اروپایی بگم که اصلا چه چیزهایی باید بگی و چه چیزهایی نباید بگی. برای همین میخوام بهتون 5 تا نکته بگم که اگر این 5 تا نکته رو رعایت بکنید، احتمالی که مصاحبه HR رو پاس بکنید خیلی میره بالا. خود من این 5 تا نکته رو از تجربیات مصاحبه‌های متفاوتی که داشتم و ریجکت می‌شدم به دست آوردم که بعد از اینکه ریجکت می‌شدم بهشون ایمیل می‌زدم که خب مشکل من چی بود؟ چرا منو پاس نکردی؟ اصلا دردت چی بود؟ گرچه که خیلی‌هاشون جواب نمیدادن، ولی اونایی که بهم جواب دادن نکته‌های خیلی خوبی بهم گفتن که الان می‌خوایم با هم دیگه این نکته‌ها رو مرور بکنیم. نکته شماره 1: توی مصاحبه‌های HR معمولاً اولین سوال مهمی که میپرسن اینه که خودتون رو معرفی کنید. و این خیلی مهمه که شما چجوری خودتون رو معرفی میکنید. اگر بخواید شروع بکنید که من فلانی هستم، از خانواده مذهبی چشم جهان گشودم، بعد نمیدونم دانشگاه لیسانسمو اینجا گرفتم، فوق لیسانسمو اونجا گرفتم، پایان‌نامه‌ام راجع به این بوده و خیلی از بچگی علاقه‌مند به کامپیوتر بودم، اینا هیچ اهمیتی واسه اون آدم نداره. اون میخواد که از تجربیات کاری شما بشنوه. پس شاید بهتر باشه که اینجوری شروع بکنین که من فلانی هستم، 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله که توی این حوزه تجربه دارم و با کمپانی های بزرگ کار کردم، با استارتاپ ها کار کردم و اگه دیولپر هستین بگین که با پروداکت دیزاینر ها و بک اند دیولپر ها و پروداکت منیجر ها درگیر بودین، توی یک بخشی از سیستم اجایل بودین و با متدولوژی اسکرام و کنبن کار کردین و الان هم خیلی آماده هستین که بخواید بپیوندین به یه تیم جدید و کلی تجربه های جدید یاد بگیرین و کسب بکنید و توی تیم اینترنشنال باشید و از این حرفای این شکلی. این خیلی مهمه. نکته شماره 2: برای هر کدوم از تجربیاتی که توی CV نوشتین حتما یه داستان داشته باشین، چون ممکنه بپرسه ازتون که خب فلانی تو توی این شرکت از این سال تا این سال بودی، چه چالنجی برخوردی و چه جوری حلش کردی. و اینجا اگه بخوای من کنی که بگی که خب ما اینجا یه سری مشکل داشتیم بعد و تونستیم که حلش بکنیم و خیلی شرایط سختی بود ولی ما حلش کردیم. خب این چیزیه که اصلا آدم نمیخواد بشنوه. برای همین خیلی بهتره که از قبل یه داستان واقعی تعریف بکنید، داشته باشید توی ذهنتون که وقتی میپرسن ازتون که خب تو توی این شرکت چی کار کردی، به چه مشکلی برخوردین، بتونین یه داستان تعریف بکنید که ما فلان روز به چنین مشکلی خوردیم و فهمیدم که مشکل از فلان جاه و تونستیم که مثلا با چند تا جلسه‌ای که بذاریم استیک‌هولدر رو متقاعد بکنیم که چنین اکشنی داشته باشیم و اینجوری بود که مثلا داستان ختم به خیر شد. نکته شماره 3: توی مصاحبه‌های HR ممکنه که اون شخصی که داره باهاتون مصاحبه میکنه یه دید کلی از پوزیشن شما داشته باشه یا حتی ممکنه پوزیشنش خیلی نزدیک به پوزیشن خود شما باشه. برای همین ممکنه یه سری سوالای تخصصی هم ازتون بپرسه و خیلی مهمه که شما چجوری به این سوالها جواب میدید. برای مثال اگه شما برنامه‌نویس هستین ممکنه که بپرسه که خب میشه قوانین سالید رو به من بگی و شما میتونید که قوانین سالید رو بشمرین و این 5 تا قانونه و رد شید. ولی خب ممکنه اینجوری یه سوال دیگه هم بپرسه، ممکنه یه سوال دیگه هم بپرسه و خب هرچی سوالای بیشتری بپرسه هی اوضاع بدتره دیگه، تو میخوای هی کمتر سوال بپرسه. اون بهتره که به این سوالا یه ذره هوشمندانه تر جواب بدین. برای مثال اگر قراره که قوانین سالید رو تعریف بکنید و بشمرید، 2 تا از قوانین رو بگید که کجا یاد گرفتید. مثلا سینگل ریسپانسیبیلیتی رو چی شد که یاد گرفتی، دیپندنسی اینورژن رو چی شد که یاد گرفتی. این میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و جلوی اون آدم رو میگیره که بخواد سوال بعدی رو از شما بپرسه، چون اون فقط صرفا میخواد بدونه که شما بلدی یا بلد نیستی و اگر احساس بکنه که شما خیلی خوب مسلطین به خودش اجازه نمیده که سوالای بیسیک ازتون بپرسه و سریع گذر میکنه. نکته شماره 4: توی مصاحبه‌های HR یه سوالی خیلی معروفه که نقطه قوتت و نقطه ضعفت چیه. نقطه قوت گفتم خیلی راحته، پارت خوب داستانه، هر چیزی رو میتونی بگی، حالا چه دروغه چه دروغ نیست میتونی هر چی که بخوای و بگی. ولی نقطه ضعف گفتن خیلی مهمه که شما حتما یه جواب برای این سوال داشته باشین و جوابتون هم جوابی باشه که باعث نشه که پوزیشن رو از دست بدین یا اون آدم فکر کنه که شما به درد این پوزیشن نمیخورین. ولی مهمه که حتما یه نقطه ضعف داشته باشین، چون اون آدم میخواد مطمئن بشه که شما به این سوال میتونید جواب بدید. هر کسی هم یه رویکرد متفاوتی برای جواب دادن به این سوال داره، ولی اینکه رویکرد شما چیه هم خیلی مهمه. به این سوال فکر کنید و حتما جواب خوب براش داشته باشین. مثلا جواب من به این سوال این بودش که اگر توی روز 5 تا لیوان قهوه خورده باشم، اگر تو منو برای شیشمی دعوت کنی نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و بازم باهات میام.
و خب این باعث میشد که هم یه حس خوبی توی اون آدم ایجاد بشه که خب اوکی مثلا این دک و دیوونه است خوبه، و همین که من چیز بدی نگفتم که باعث بشه که به کار و به اون پوزیشن بخواد صدمه‌ای وارد بشه. نکته شماره 5، توی مصاحبه‌های HR اون آخر میپرسن که خب اگه سوالی داری میتونی بپرسی. حتما سوال داشته باشید و حتما یه سوالی بپرسید. مهم نیستش که واقعا سوال داری یا واقعا سوال نداری. اگه مثلا راجع به استپ‌های بعدی مصاحبه چیزی نگفته، حتما راجبش بپرس که پروسه مصاحبه به چه صورت هستش. اگر این مسئله رو بهت گفته، بپرس که خب میشه یه روز دیلی روتینتون رو تعریف بکنین، چه جوری تسکا رو پخش میکنین، چه جوری مثلا تصمیم گیری‌ها رو انجام میدین، تیمتون چند نفر هستش و تیم‌ها توی شرکت به چه صورتن. خلاصه یه سوالی داشته باشین که آدم بفهمه که شما توی کانتکست هستین، شما اعتماد به نفس کافی رو دارین که بخواید باهاش معاشرت بکنید. خب این همون 5 تا نکته‌ای که من از مصاحبه‌های اچ‌آری که رفتم یاد گرفتم و خواستم که باهاتون به اشتراک بذارم. اینکه درست هستن یا درست نیستن رو هم نمیدونم. همه چیزایی که میگم تجربه شخصی من هستش و ممکنه درست نباشه. اگه نظر متفاوتی دارین حتما توی کامنت ها بنویسین که هم من ببینم و هم بقیه بتونم ببینم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین. سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، شیر بکنید، لایک بکنید، هر کاری که میتونید بکنید و اینکه تا ویدیوی بعدی بدرود.